سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه فیسبوک و یوتیوب. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. من امروز یک موضوع میمونم اویدی سودهای گمانبر و احمق. امروز رئیس سود عالی یک مصاحبه داده است یا که یک اظهارات داده است به شبکه‌های اینترنتی و تلویزیونی و گویا که در زندان‌های رقم یک شهر دوشنبه 30 نفر را گمانبر به آشوب متهم کردند. و دوستان عزیز، من میخواهم که حاضر یک نوار را پیشکش شما بگردونم و بعد بگردیم به ادامه صحبت. این قپوشی رو که میبینید از صحنه فیلم ترسناک گرفته نشده است. این نفر است که شب 6 ینوری امسال از صندوق خیریه مسجد عمر عادل در ناحیه 8 پولها را بوده است. صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. مقامات انتظامی گفتند نفر گمانبر در این دزدی را معین کردند که خواننده صنف 11 و ساکن ناحیه پانغاز بوده است. از روی نشاندادی گمانبر شده او از درون صندوق خیریه 150 سومانی گرفته است. گمانبر سال 2019 با حکم دادگاه به دزدی ابدار شده به اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بوده است. اکنون ببینید هموطنان عزیز که در یک مسجد که امروز جای امن‌ترین کشور و خانه خدا حساب می شود، در اون مسجد کامراهای نظارتی هستند که حتی یک جوانی که صندوق خیریه مسجد رو دزدی کرد، دست به دزدی زد، با طریق ماسک حتی اون نفر چیکار کردن؟ پیدا کردن و با جزا کشیدنش، یعنی که او آدم بازداشت کردن. و سوال مطرح با رئیس سود عالی و تمام سودهایی که در رژیم رحمانوف، در حکومت رحمانوف کار میکنن، سوال مطرح این است که مادامی که یک نفری که با ماسک رفت در مسجد در آنجا دزدی کرد و اون نفرش ما پیدا کردیم، و چرا امروز آشوب‌هایی که در شهر خوجند سال گذشته شده بود و در شهر وحدت شده بود، چرا نوارهای آنها تا امروز پیدا نشدن و رسانوی نشدن و جوانان را به هر متهم کرده گویا که اینها آشوب برداشتن و جنگ کردن و اون نفرها را به قتل رساندن همدیگر را. بعد خیلی آمدیم اونها را به ضرر گردانیم. مادامی که شما اگر مستقل باشید، اگر که شما به یک پیشواتون اصلا بگیریم در تمام دنیا، سودهای دنیا را بگیریم در کشورهای دموکراتی، سودهای حکومتیش آنها مستقلن، آنها هیچ کس گوش نمیدن، آنها نه پرزیدنت شو گوش میکنن، نه پیشواشون، نه پسواشون، و همون قانون هایی که در کنستیتوسیا یا که در همون سرقانون شو هستن با طریق همون ها چیکار میکنن؟ عمل میکنن. و امروز متاسفانه یک چند نفره که پیره که طریق بر از زمان شوروی باقی موندن، اون نفر را آوردن موندن تا هنوز همون پیشوا چی گپی بگه یا که رحمانوف چی گپی بگه همون ها را میکنن. و شما چیکار کردنی به ملت؟ امروز دیده ایستیم که یک جوان ژورنالیست بوده زندانی کرده و چندین روحانی ها را بوده زندانی کرده و با در آینده شاید باز یگان نفر دیگر را چیکار کنی برای اخوانی و سلفی با یگان فکر دیگر دستتون بیاره برای سود کنی. و اون نفرهایی که میگه که شما میخواهی که سوریه و عراق شوه یا افغانستان شوه، چون که اگر شما همون دولت های سوریه و عراق رو دیده باشید، همون دولت ها یک حاکم یا که یک پرزیدنت، یک پیشوایی چی داشتن، خودکامه داشتن که طول 30-40 سال شد که آنها در سر کرسی هستن و نمیخواستن که آنها وظیفه را از دست بدن و ظلم بالای مردم کردن و امروز کشورهاشو با چی؟ به خونریزی مبتلا شد. تاجیکستان فقط دو راه داره، یا که سوریه و عراق می شود یا که کره شمالی، مثل کره شمالی که مردمش همون پیشواش و پرزیدنت و
عبادت میکنن. از تاجیکستان فقط راه داره که اگر ما و شما خاموش که بستیم یا به مثل سوریه و عراق میشود یا به مثل کره شمالی. و من خطاب به همون صوتهای احمقی گمانبر میکنم که اگر که شما اونقدر مرد باشه مردانه باشه مرحمت کنین نوارهایی که در زندان چخیل آشوب برداشتن مرحمت پیشکش مردم بکنید. بگذار که از حمایه شما از تروریستان نکنید، چون که شما در نوارها تو یا که در همون چی متهم میکنه که گویا اون تروریستا آشوب برداشتن و من از اونها حمایت نمیکنم. من از اونهایی که پاسبان اون زندان بودن از اونها حمایت میکنم که آنها فرزندای این ملت بدن، مادامی که اونها خائن بدن دگری بدن میلش ما اونها رو یک طرف میم. فرزندانی که امروز حمایه وطن ملت هم میگردونن پس با طلب آنها رو میکنیم که پس چرا که آنها مادامی که از جانب تروریستان و افراطیان کشته شدن پس نوارها رو پیشکش مردم بکنه تا که مردم شما را باور کنه. و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.